شد کمی گیلک نما بزی بار با هم میزد بریم بری بیشتر جای عباس الان بیا تو سایه در کنه سلام علیکم سلام علیکم اندرام باشیم ماما جان 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 تیار هستیم ماما جان همین جایی که سونا همین جایی که بیزی هم میشه سونا ارغوان بله همینه سونا ارغوان سونا ارغوان همینه ها همین جایه همینه سونا ارغوان خب همین تبلی ما این با سونا بریم بله ها میگن خیلی جا خوبیه ماما سونا ارغوان خوب جای بیزی داره از ما بچه خاله اینا بجستم و پیش من گفتم این خیال کدام من بلد نیم من بشنیدم به تا تلویزیون که میگم به دور می جوه بفهمیدی؟ بله سونا ارغوان هم همین جا انا بگو ساختمان کلون همین ساختمان کلون راست میگی ماما جان این بچه منه این هم هسته این هم جایی او اوج 1 متر هم داره نه بابا یعنی میتونه بازی کنه میتونه بازی کنه سونا 1 متر داریم سونا اوج 1 متره اوج 2 متره ماما بخار و خشک هم داره بخار خوش جکلو چیکزلی هم داره جکلو چیکزلی هم هسته بله جا شما اون که هستنیه بله هسته بریم یا الله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خوش آمده زنده باشین برادر من برادر جان ببخشید ما بیامدیم اینجا هم به سونا هم به اوبزی جا میشیم به خاطر که به تا تلویزیون نشون داد که خیلی مردم اینجا آمدن بله آنما خدا خوب شلوغه اینجا ما برای 3 نفریم دیگه این که 2.5 نفر حساب میشه از ما چند پول میستانه میمون ما باشه مشکل نداره زنده باشین تشکر ما هم خود ما دیشب میمون داشتیم ها فیس ما که 150 این خورتکک میمون ما باشه شما هم سری حساب میکنه خیلی بینیم برادر من تشکر یعنی این میمون شما باشه تشکر خداوند شما رو به دین دنیا خار نکنه به خاطر از این که می بچه‌ها خالم میگم ببخشید بچه‌ها خالم هم اینجا هستن بچه‌ها مامامه اینجا که روز 2000 نفر میاد دیگه ما نمیفهمیم که هستن میتونن برن داخل دیدن کنه که هستن یا نه زنده باشیم خوبه چشم آنه برا اینا ای پولار دیگه از روزای عید به میدی دادم ایدی جمع کردم به خودش نگاه داشتم برا این دستبندار بگیریم شما رو اونجا همکارا همکاری میکنن بله برا ما ساعت نمایی دستبند لباسا شما یعنی رخکن داره مجاز با رخکن میتونه لباسا جوت رو هم هسته بیا بیا عباس بابا گفت اگه هر معامله گیلک باشه که گیلک رو بکنیم ما نمیرم که چره؟ به خاطر از اینکه برو تو ما به بنزین نمیذاری تو قیقدات میکشی صاحب خونه میای دستمون هم میگیره ما رخصت میکنه آخه اینجا به بنزین میای به قیقدات جنجال خونه میای تو باید بری فیا خودی از اون جنجال که دیار قیقدات کشیدی ما رو هم بیری کردم تو کلو از دنیا به این جونه داری تو یک کاری رو دیدی من
باشه هر روز میایم و چه مالر هم میگم بیا اینجا بیایی سر صدا نکنیم از اوبزی خود لذت ببریم نمیته جای و تمام دنیا مسئل میشه و کسی işte داغه اصلا گیلی تو با قرد تو نبود دیگه جنجال با ما تیار شد اصلا تو نری بیتره تو خودی سر رشتی خب بابا من تو سر بگاه با اون فرد اون تو بگیری işte داغه دیلا اینجا میگی داغ خوب اگه تو به سونا بخور و سونا خوش نری شاید میته خلفه زنی دوست یوزی گیلا نه با طعم خونه چوبی طعم خونه چوبیه işte جایه بیا کلای دیگه بیا تا چه خورم باجی منه باجی تونه بچه تونه گیلا گیلا سیف گیلا نام خدا اینجا برای آدمای مثل ما و تو که چربی اضافی داشته باشیم اینا همه اولو میشه گیلا نه بابا آه نه بیا خداوند خیر بده صاحب سونا ارغوانه رمضان عجب جای ساختم اما این حوزش تا خور کرد از این یه خور مثل جتی عربی وی آی پی گیلا وی آی پی نه بابا وی آی پی میفهمی اسم سونا چی بود؟ سونا وی آی پی ارغوان سونا بیایی پی ارغوان بله ها عجب جایه هر روز من میام بیا اصلا پیام پولم نده پیش می جانم نه بوتا نکنه بیا دیگه پولی میگم بعد برای اینجا میگم به برزش یه خورم بیار با آدما کلون سند و با آدما جوان و کودکا به همه فایده داره میگم فایده داره میام هر روز میایم من کار تعطیل کنم میام چه کاره؟ عجب جای نداره نگاه کنیم آدمای رستگار لذت ببره فقط سنای ارغوان بیا کاره عجب عمومی داره هنه گردن آقا عموم ترکی دیگه بیا تو بلی بیا ایلک دستبند خودت برا تشکر خیر بینی یار ماما جان خیر بینیم تشکر کردن ما بند باشه اگه اینا پیش ما بد جمع و نه جمع من هر روز میایم عجب اوشت داغه می خونه اشت داغه به حوز بهتی که با فقط میگه او مدنی ریخته ماما ایلک اگه تو بیای هر روز میت بچه خوبی بشی جنجال نکنی نظم با هم نزنی هر روز متور میارم خیلی از ما به هم ریختم دیگه برم تا به همون خوره بیتو بشیش تو فقط این سیفی کردم تو همین تکارا میکنی گیل لکن ما پیش تو میکنیم آخه گردن تو باشه تو همین قیافه نیستی همین تو نه واقعیت نداشتم نه آره نه خدا سکو شاخ سوی هر تازه شده گیلا بله با عموم هم بریفی عموم همه داره چی جایه هر روز میام من خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ
السلام علیکم. پاکستانی جانجوره باش. چی گفته باش. کجا شما باشه؟ خیلی نامرده. چرا دیرو ما نبرده. دیرو به کجا نبردی مثلا به سونا. به سونو ارغوان آه. یارگی پک جا تو خیلی امیت کیف نداد امیت کیف داد که چی بگه هر روز میریم ما هر روز میریم فقط سونو ارغوان ما میگرو میرو. کجا میری؟ سونا الگو. نیه آه. بلد هستی پرسان میکنی دیگه. دیوانه باشه که تو آدرس بودم با برو خوب بده آدرس. سرک پانتون لب جوانجیل سونو ارغوان و ما هر کی بگی به تو آدرس میده بفهمیم که یک ساختمان بلندیه که رنج تو گل میشه ها سرک پانتور لب جوانجیل سونو ارغوان ها برو هم هر کی بگی به تو آدرس میده برو سگو کیف میکنی یا نمیکنی میت یک جا لوکسینیه که چی بگی مدام که شما دیرو نامرده بدین دیگه. با میریم امروز کنه بشه باید روز دیگه خودتو میری کردی برارمه چری میری خودی عباس میری خودی رمزون خودی پیرمه به سونا ارغوان قراری کرده اونجا میریم به بزی من نمیبریم ها پیرمه پیش بجسته که تو هم میچی برو پیشیا کجی جان به سر تو دارم کجیر که سر تر بیاد بوجی شلغم مال تبادله نمیکنم خوب ایکو یک عباس و پیار تو رمضان اینا پیش ما بجسته بیدم فهمیدیم اینا برفتی بیدم به سونا خیر بینی سونا چی؟ سونا ارغوان به من جگا به من لبجو خیر بینی اینا براری من یک بار من بچه خودم ورداشتم جمع گولم خود ما بیدر بفهمیدی ما برفتیم دامی که سی کردیم این جگا ما که بلد نبیدم میدیدم که این جگای من دوله جو یک بار برار پرسان کردم از یک ماما پیرمرده گفت اگه به طبقه بالایه همیت یک جا برابری به یونه میدی برات من مو سرخو بیشتر به سونا ارغوان رفتم نومی به تمام افغانستان دنگ میکنه اونجی ما بلد بیدم میدی ما اردو هم خودی هم میرفتیم به سوخت عجینا که پیش ما بجستن گردنم و بندش یک ایوه سفید شیری ندیش ایچه هم زد این جگه دفکای دیشتو کم تکل بخور خره پس منداختم من خره پس خور بنداختم کی بری خری تو؟ کی بری؟ هر روز میری خودم یخی گرد بدن دست دیگه خود رمضان اینا نمیری آفرین برا خیلی جا خوبی بود برفتیم به تا بخار رفتیم به تا خوش رفتیم من که برا ماستم زد کنم از اون داغ بود خوب کاری کردی من نرفتیم نه پیش من بجستم برا خود اگه تو به من خبری میدهی برا تو چایات ما برفتی و خیره بار آخر تو باشی پیشی خودی هم میری بخی میریم دیگه چی گپه میرین دل جان خداحافظ بچه ها محله رو جمع میکنی میبری چشم نوارد موتوره